سلام از کردین. نمایش انتخابات آخوندا با کلی زلم و زیمبل برگزار شد، اما ته خط کوه، موش زایید و کشکم نصیب عظما و کوسه نشد. البته آخوندا با هم پالگی های داخلی و خارجیشون خیلی زور زدن که این نمایش دوزاری رو پر رونق و قلقل جلوه بدن، اما به جایی نرسیدن. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، چه حاجت به بیان است. البته آخونده هرچی داشتن رو ریختن تو 4 تا مسجد تو تهران و خبرنگارا رو هم بردن به زور اونجا تا بگن جمعیت خیلیه، اما اون خبرنگارایی که تونست از دست مامورای رژیم در برن و به حوزه های دیگه سرک بکشن یه نیمچه تصویری از نمایش برشکسته انتخابات آخونده رو ارائه دادن. روزنامه نیویورک تایمز. یک افسر بازنشسته پلیس گفت: من رأی نمیدهم زیرا هیچ کس برای من کاری نکرده است. این احساس عمومی در میان رأی دهندگان در بخش فقیرنشین جنوب شهر بود. کسانی که تصمیم گرفته بودند اعتراض خود را با ماندن در خانه به ثبت برسانند. چندین مشتری که در بازار با آنها مصاحبه شد گفتند آنها به رأی دادن حتی فکر نمی کنند. در مدرسه مطهری در نزدیک میدان شوش در جنوب تهران فقط تعداد انگشت شماری از رای دهندگان لیست 46 نفره‌ای که باید نوشته و پر شود را برای 2 انتخابات پر کردند. البته آخونده مثل همیشه زور زدن تا همیشه واقعیت رو قلب کنن و به همه بگن تنور انتخاباتمون داغ بود. تازه خیلی هم دستگیر کردن تا مبادا اخبار واقعی درس پیدا کنه و همه بفهمن پشت پرده چه خبره، اما به جایی نرسیدن و اون چه که باید لو میرفت لو رفت. با شروع این انتخابات در کشور، مقامات ایرانی تعدادی از فعالان جوان و روزنامه‌نگاران که به سالم بودن انتخابات شک کرده بودند را دستگیر کردند. جنبش جوانان در تهران به صورت گسترده‌ای بر روی سایت‌های اجتماعی فعال هستند تا اینکه صدایشان را به مردم برسانند و دولت را مورد انتقاد قرار بدهند. خلاصه این که آخونده مثل همیشه با رأیسازی و رأیبازی دنبال اینن که فضاحت پیش اومده رو جمع جور کنن و قال قضیه رو بکنن، اما این شق و شکافی که از بالا تا پایین نظام ولایت رو گرفته به این سادگی ها پوشونده نمیشه. ببینید این شیخ پری هنوز هیچی نشده چه چوبی برای سپاه بلند کرده. آخوند روحانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور سوئیس: فضا برای بخش خصوصی ما باز نیست. ما رقابتی رو که در کشور ما در بخش خصوصی است، این رقابت رو باید رقابت جدی قرار بدهیم. برخی انحصارات وجود داره که آن انحصارها رو باید کنار بزنیم. بعضی از رانت‌ها وجود داره که باید کنار بزنیم. با این حساب معلوم میشه که این انتخابات برای نظام ولایت حکم چرخ گوشت داشت، یعنی قیمه رفت توش، حالا داره چرخ شده و درب و داغون میاد بیرون. خب رفقا، شبتون خوش، قرارمون فردا شب.